أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی و شنوندگان محترم، الحمدلله ما و شما سه درس از کتابی شرح فقه امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی بیان کردیم. امشب برای شما دوستان و برادران و شنوندگان گرامی درسی چهارم را پیشنهاد خواهیم کرد. درس گذشته ما و شما نام و نسب امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی بود و همچنین جای تولد امام و صفتهای فطری امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی بود. و امشب انشاءالله رب العالمین دوام عباره ها را به سمع شما شنوندگان محترم خواهیم رسانید که عبدالرحمن خمیس میگوید که ثانیاً، یعنی که دویم، صفاته الخلقیت، صفتهای اخلاقی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی یا صفتهای خلقی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی. و همچنین میگوید که و اما صفاته الخلقیة فکان رحمه الله ورعا و تقیا. و اما میگوید صفتهای امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی، صفتهای خلقیش این بود که امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی یک انسان پاک دامن بود، ورعا یعنی که یک انسان پاک دامن، و تقیا بود. تقیا یعنی که دیندار بود و پرهیزگار بود، یک انسان بسیار با تقوا و یک انسان بسیار پاک دامن بود امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی. شدید الذب عن محارم الله ان تؤتى. عبدالرحمن خمیس میگوید امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی شدید الذب عن محارم الله بود، یعنی که بسیار سخت منع میکرد از حرام کرده های الله سبحانه و تعالی که ان تؤتى، که اون انجام داده شود. یعنی که امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی بسیار سختگیری میکرد که مردم به حرام کرده الله چنگ نزنند. زاهدن، و همچنین امام ابو حنیفه یک انسان زاهد بود، با تقوا بود. عرضت علیه الدنیا والاموال العظیمه فنبذها وراء ظهره. و پیشنهاد کرده شد برای امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی دنیا و اموال العظیمه و مالهای بزرگ را برای امام ابو حنیفه پیشکش کردند. فنبذها، امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی همه اینها را پرتافت، یعنی که دور انداخت و قبول نکردش، زیرا اینکه گفت لازم نیست. فنبذها وراء ظهره، پرتافت به پشتش، یعنی که قبولشان نکرد. ولقد ضرب بالسیاط وعذب لیقبل تولی القضاء او بیت المال فابى. و در حقیقت امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را زدند با تازیانه زدنش، و عذب و عذابش کردند، لیقبل تولی القضاء، تا اینکه قبول بکند راهبری قاضیگی را. برای امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی پیشنهاد کردند، امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی قبول نکرد قاضیگی را. او بیت المالی، یا برای امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی همچنین راهبری بیت المال را، به امروزه بگیم وزیر مالیه، انتخابش کردن. فابا، امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی روی گردانید، قبول نکرد، نه قاضیگی را قبول کرد و نه وزیر مالیه شدن را، یعنی که راهبری بیت المال را همچنین امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی قبول نکرد. در دوام این باره شیخ عبدالرحمن خمیس میگوید روى سیمری عن ربیع بن عاصم قال، روایت کرده که سیمری از ربیع بن عاصم که ربیع بن عاصم میگوید ارسلنی یزید بن عمر بن حبیرة فقدمت بأبي حنیفة علیه.
ربی ابن عاصم میگوید مرا فرستاد یزید ابن عمر ابن حبیره. پس میگوید من آوردم امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را پیش یزید ابن عمر ابن حبیره فاراده على بیت المال فابى. پس میگوید یزید ابن عمر ابن حبیره خواست که امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی بیت المال را به عهده بگیرد، یعنی که وزیر مالیه بشود. فابى، امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی قبول نکرد، روی گردانید از این منصب. فضربه 20 صوتا. پس میگوید برای روی گردانیدن امام ابو حنیفه یا برای قبول نکردن امام ابو حنیفه، امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را 20 تازیانه زدندش. 20 تازیانه برای آن زدن امام ابو حنیفه را که رئیس بیت المال نشد، یعنی که وزیر مالیه نشد. و یزید ابن عمر ابن حبیره را تاریخش را میگوید که هو یزید ابن عمر ابن حبیره ابو خالد الفزاری امیر و قائد من ولات دولت الامویه. این یزید ابن عمر ابن حبیره ابو خالد فزاری می باشد، امیر و سرلشکری یکی از ولایت های دولت اموی می باشد. قال عنه ذهبی، و درباره ابن حبیره ابو خالد فزاری امام ذهبی چنین میگوید که کان بطلا شجاعا سائسا جوادا فصیحا خطیبا. میگوید ابن حبیره بطل بود، یعنی که قهرمان بود، شجاعا و یک انسان بسیار با غیرت و شجاع بود، سائسا و یک انسان بود که از عهده هر یک کار میتوانست که ببراید، جوادا و انسان سخاوتمند بود، فصیحا یک انسان بسیار با فصاحت بود، خطیبا و انسان سخندان و سخنران بود. قتله صفاح، و ابن حبیره را صفاح کشتگی است سال 132 هجری. پس این است تاریخ مختصر ابن حبیره. و در دوام عبارت شیخ عبدالرحمن خمیس میگوید كذلك عرض عليه ابن حبيرة والي العراق قضاء الكوفة فأبى وامتنع. همچنین میگوید پیشنهاد کرد برای امام ابو حنیفه ابن حبیره والی عراق بود قاضیگی کوفه را. ابن حبیره گفت که امام ابو حنیفه باید قاضی کوفه بشود، فأبى وامتنع. امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی میگوید از این منصب روی گردانید و خودداری کرد، یعنی که قبول نکرد، قاضی کوفه نشد. فحلف ابن حبیره ان هو لم يفعل ليضربنه بالسياط على رأسه. پس میگوید قسم یاد کرد، سوگند خورد ابن حبیره، این هو لم یفعل، گفت اگر که امام ابو حنیفه به عهده نگیرد قاضیگی کوفه را، لیضربنه بالسیاط علی رأسه، گفت البته میزنم با تازیانه بر سر امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی. ابن حبیره گفت اگر قبول نکند قسم یاد میکنم که بر سر اون با دره میزنم. فقیل لابی حنیفه، پس این سخن به امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی آمد و رسید که ای امام ابو حنیفه اگر که تو قبول نکردی پس ابن حبیره تو را در سرت با دره میزند. فقال، پس امام ابو حنیفه رحمه الله چنین جواب داد که ضربة لی فی الدنیا اسهل علی من مقامع الحدید فی الاخرة. گفت ضربولتی که در دنیا برای من می شود آسانتر است برایم از گرزهای آهنینی که در روز قیامت است. گفت بگذار در دنیا من لط و کوب را به عهده میگیرم، راضی هستم مرا بزنند، اما گرزهای آهنین قیامت را نمیخواهم که با اون عذابم بدهند. امام ابو حنیفه گفت والله لا افعل ولو قتلنی، گفت قسم به الله است من قاضیگی را به عهده نمیگیرم اگر مرا بکشند. همچنین امام ابو حنیفه هم قسم یاد کرد که قاضیگی را به عهده نمیگیرم. فحکی قوله لابن حبیره فقال، پس این سخن گفته شد برای ابن حبیره، یعنی که سخن را آوردن باز برای ابن حبیره رسانیدن که امام ابو حنیفه قسم یاد میکند که من قاضی نمیشوم. فقال، پس ابن حبیره گفت بلغ قدره ان یعارض یمین بیمینه، گفت آیا امام ابو حنیفه را قدرش به اندازه رسیده است که
معارضه میکند و ضدیتی و مخالفت میکند، یعنی که از فرمان من سرکشی میکند، فدعاه فحلف ان لم یل القضاء لیضربنه علی رأسه حتی یموت. پس ابن حبیره میگوید فریاد کرد امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را، فحلف، پس قسم یاد کرد باز، یعنی که سوگند خورد که این لم یل القضاء، اگر که امام ابو حنیفه قاضیگی را به عهده نگیرد، لیضربنه علی رأسه، و البته را بر سر اون من میزنم، حتی یموت، تا مردنش. گفت اگر که قاضی نشود بر سر اون من تا مردش میزنم. ببینید این بزرگان این تقواها را داشتن که تا به امروز نام اینها باقی ماندگی است. مجبورش میکردن برای منصب، راضی نمیشد. متاسفانه امروز مردم برای منصب حتی دین و اعتقاد و باوری هایشان را داده ایستادند و منصب را قبول کرده ایستادند. فقال له ابو حنیفه، وقتی که امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی این سخن را شنید که تا مردنش گفت میزنم، امام ابو حنیفه برای ابن حبیره چنین جواب داد که هی موتة واحدة، این گفت یک مردن خالی است. خب اگر که مرا تا مردن من بزنی، این یک مردن است. گفت چند لحظه بعدش اگر که من مردم، خلاص یک مردن است. گفت فامر به فضرب 20 صوتا على رأسه، پس امر کرد ابن حبیره برای امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را زدن که پس زده شد امام ابو حنیفه 20 صوتا، 20 دره زدن امام ابو حنیفه را علی رأسه، بر سرش، یعنی که در سر امام ابو حنیفه 20 دره زدند. فقال ابو حنیفه، پس امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی بعد از اون که 20 دره اش زدن چنین گفت اذکر مقامک بین یدی الله، گفت بیاد بیار ای ابن حبیره مقام و منزلت خودت را و جایگاهت را در بین دستان الله تبارک و تعالی، در پیش الله گفت تو مقام خودت را، جایگاه خودت را بیاد بیار. فانه اذل من مقام بین یدیک، امام ابو حنیفه گفت ای ابن حبیره، هر آینه منزلت و جای تو یا جایگاه تو خارتر است و پستر است از مقامی که من در پیش دستان تو دارم. از اونه که حالا مرا 20 دره زدی، گفت مقام تو از این در پستر است در نزد الله تبارک و تعالی. ولا تهددنی فانی اقول، و تو مرا گفت ترس نته ای ابن حبیره، زیرا اینکه من میگویم که لا اله الا الله، نیست معبود بجز الله تبارک و تعالی. از این حساب گفت ای ابن حبیره تو مرا ترس نده، زیرا اینکه من گوینده لا اله الا الله هستم. والله سائلک عنی حیث لا يقبل منك جوابا الا بالحق. امام ابو حنیفه گفت البته الله تبارک و تعالی سوال میکند تو را از من، یعنی که الله سبحانه و تعالی تو را میپرسد از اونه که مرا زدی، حیث لا يقبل منك جوابا، الله تبارک و تعالی از تو جواب را قبول نمیکند الا بالحق، مگر با حق، یعنی که جواب را الله سبحانه و تعالی با طریق حق از تو قبول میکند. فاوما الى الجلاد ان امسک و بات ابو حنیفه فی السجن، پس اشاره کرد میگوید ابن حبیره به جلاد، یعنی که همون انسانی که تازیانه زده بود امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را، و با اون فرمان داد که ان امسک، امام ابو حنیفه را برید و سجنش بکنید، یعنی که محبسش بکنید. و بات ابو حنیفه فی السجن، امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی شب را روز کرد در محبس، یعنی که بردن در جای محکمش کردن تا به صبح. فاصبح وقد انتفخ وجهه و رأسه من الضرب، فاصبح وقتی که صبح شد، یعنی که شب روز شد، وقد انتفخ وجهه، و در حقیقت امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را رویش ورم آوردگی بود، و رأسه، و همچنین سر امام ابو حنیفه ورم آورده بود، من الضرب، از اون ضربولتی که بر سر امام ابو حنیفه انجام داده بودند، یعنی که اون 20 تازیانه که بر سر امام ابو حنیفه زده بود تا به صبح سر و روی امام ابو حنیفه دم کرد، یعنی که ورم آورد. فقال ابن حبیره، پس ابن حبیره گفت انی قد رأیت نبی صلی الله علیه و سلم و هو یقول لی، بگد هر آینه من در حقیقت دیدم پیامبر صلی الله علیه و سلم را که
پیامبر میگوید برایم، ابن حبیره میگوید برای من پیامبر گفت که اما تخاف الله تضرب رجلا من امتی بلا جرم و تهدده. ابن حبیره میگوید پیامبر برایم گفت که اما تخاف الله، آیا از الله نمیترسی ای ابن حبیره؟ تضرب رجلا، میزنی یک مرد من امتی که اون مرد از امت من هست، یعنی که یک مرد از امت من رو میزنی و بلا جرم که اون مرد اگون گناه کردگی نیست. یعنی امام ابو حنیفه اگون گناه صادر نکرده بود که این 20 دره حقش باشد. ابن حبیره میگه رسول الله برایم گفت که ای ابن حبیره میزنی اون مرد از امتم رو که اگون گناه ندارد و تهدده و همچنین او را تهدید میکنی، میترسانیش. وقتی ابن حبیره میگوید این را در خوابش که دید فارسل الیه فاخرجه و استحله، پس میگوید فرستاد کسی را به پیش امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی و امام ابو حنیفه را بیرون کردن از محبس و استحله و طلب بخشش کرد ابن حبیره از امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی. یعنی که برای این سرکشی که ابن حبیره کرده بود، برای لط و کوبی که امام ابو حنیفه را کرده بود، برای این میگوید از امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی بخشش خواست و عذر خواست. و در ادامه باره شیخ عبدالرحمن خمیس میگوید و كذلك عرض عليه خلیفة العباسی المنصور قضاء فابى فسجنه ومات محبوسا في السجن رحمه الله. و كذلك و همچنین میگوید عرض علیه، باز پیشنهاد شد برای امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی، یعنی که پیشنهاد کرد برای امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی خلیفه عباسی منصور قاضیگی را، یعنی که منصور فریاد کرد امام ابو حنیفه را که باید تو قاضی شوی. فابى، همچنین میگوید امام ابو حنیفه باز روی گردانید، قبول نکرد قاضیگی را، چطوری که ابن حبیره مجبورش کرد قبول نکرد، همچنین میگوید باز خلیفه عباسی منصور فرمانش داد که باید تو قاضی شوی. امام ابو حنیفه باز قبول نکرد. فسجنه، پس میگوید منصور به سجن کشید، یعنی که محبس کرد امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را و مات محبوسا فی السجن. و امام ابو حنیفه رحمه الله در حبس، یعنی که در محبس از دنیا گذشت. الله رحمت و مغفرتش بکند این امام اهل سنت و الجماعت را. و در اینجا قصه خلیفه عباسی منصور را عبدالرحمن خمیس بسیار مختصر آورده است، زیرا اینکه این قصه یا این خبر معروف و مشهور است و در تمام کتاب ها و تمام زبان های علما این قصه دور میزند. شاید شما هم همچنین شنوندگان محترم این قصه را چندین بارها شنیدگی باشید. از این حساب قصه منصور را که با امام ابو حنیفه چی انجام داد مختصرا بیانش کردگی است که برای قبول نکردن قاضیگی امام ابو حنیفه را ترمه کرد و امام ابو حنیفه را به حبس کشید و امام ابو حنیفه در همون محبس از دنیا گذشت. الله رحمت و مغفرتش بکند. و در ادامه باره شیخ عبدالرحمن خمیس میگوید ولعل رفضه لهذا المنصب يعود الى جمله اسباب منها. و شاید میگوید قبول نکردن این منصب که امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی قاضیگی را قبول نکرد، شاید میگوید این برمیگردد به چند جمله یا به چند سبب های، از جمله سبب ها این میباشد، یعنی که با این سبب شاید امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی قاضیگی را قبول نکرد. عبدالرحمن خمیس میگوید خوفه من الله تعالی، ترسی که امام ابو حنیفه داشت از الله تبارک و تعالی، چقدر امام ابو حنیفه میترسید، انسان با تقوا و پرهیزکار بود، از این حساب میگوید قاضیگی را قبول نکرد. حيث خشي ان يجور في حكم من الاحکام التي تورد علیه، چگونه ای که امام ابو حنیفه میگه ترسید که ان یجور فی حکم، ظلم بکند در کدام حکم، من الاحکام التي تورد علیه، از احکامی که برای قاضی ها پیشنهاد کرده می شود. یعنی که بعد از اون که امام ابو حنیفه قاضی که شد، شاید اگه حکم برای امام ابو حنیفه پیشنهاد شود و امام بزرگ اهل سنت و الجماعت ترسید که در این حکم ظلم نکنم، نادانسته یا با فشار ظلم نکنم، از این حساب میگوید امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی قبول نکرد قاضیگی را. میگوید فلذلك آثر الضرب بالسیاط فی الدنیا
على مقامع الحديد في الآخرة. و از برای همین میگوید تقدیم کرد لتوکوبی با دره در دنیا را از گرزهای آهنینی که در آخرت هست. یعنی که راضی شد امام ابو حنیفه که در این دنیا لتوکوبش بکنند، اما راضی نشد که در روز قیامت با سبب ظلم برای کدام حکمی انجام دادهش یا حکمی کردهش به گرزهای آهنین عذاب داده شود. و همچنین عبدالرحمن خمیس میگوید اضف الى ذلك ان القضاة تعرض عليهم منازعات يتصل بعضها بامراء ذلك العصر و حکامه. عبدالرحمن خمیس میگوید اضف یعنی که اضافه بکن الى ذلك بر این سبب یکم، یعنی که سبب یکمش ترسی از الله بود، و سبب دیمش میگه همچنین بدان که ان القضاة تعرض علیهم منازعات، هر آینه برای قاضی ها پیشنهاد کرده می شود اگان جنگ و جدال و مخالفت و نافهمی های بین مردم برای قاضی ها پیشنهاد کرده می شود. یتصل بعضها به امراء ذلك العصر، و پیوسته است بعض همین جنگ و جدال یا مخالفت ها به امیران همان عصر و زمان یا به حکامی یا حاکم های همان زمان. یعنی که شاید یگان حاکم یا خش تبار حاکم و امیر کدام گناه کردگی است، کدام بیچاره را ظلم و ستم کردگی هست، و اون بیچاره می رود به قاضی می کشد و قاضی نگاه می کند یا می بیند که این کسی که ظلم کردگی است و ظالم است خش تباری یا نزدیکی امیر هست یا اون حاکم نزدیکش است. از همین حساب میگه امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی قاضیگی را به عهده نگرفت که بسیار حکم ها یا قانون شکنی ها شاید از جانب امیرها و حاکم ها بشود، حکمی عدل را جاری کرده نتواند و ظلم در حق مظلوم نکنم گفته امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی دست کشید از قاضیگی. والله اعلم دویم سببش همین می باشد. و در ادامه میباره عبدالرحمن خمیس میگوید والامام لا یمالئ امیرا، یعنی که باید امام قاضی یاردم یا کمک نکند کدام امیر را، ولا یجامل وزیرا، و همچنین چاپلوسی نکند باید امام با وزیرها، چاپلوسی نکند یعنی خودش شیرین نکند در پیش وزیرها که بر حق دیگرها ظلم بکند و به فایده وزیر مسئله را حل بکند. او یحابی کبیرا، یا نباید که امام آسانگیری بکند انسانهای کلانسال ها را، یعنی که کلانسال اگر گناه کرد آسانگیریش بکند یا خاطرش ببیند. نباید میگوید امام قاضی این کارها را انجام بدهد فی محارم الله، در حرام کرده الله که انتوتا این که انجام داده شود. یعنی که اگر که امیر را یاردم کردی یک بار یا وزیر را یا انسانهای کلان را خاطرش که دیدی، پس دافع دوم اون گناه تکرار می شود اگر عدل را در بالای اونها جاری کرده نتوانستی. از این حساب امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی میگوید قاضیگی را به عهده نگرفت. دوم سببش این می باشد باز والله اعلم. و در ادامه میبره شیخ عبدالرحمن خمیس میگوید و کان مع زهده و ورعه کثیر العبادتی، و بود امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی با زهد و تقوایش و با پرهیزگاریش کثیر العبادتی بسیار عبادت میکرد، بسیار عبادت را انجام میداد. حتی قیل به اندازه بسیار عبادت میکرد امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی که امام ابو حنیفه را میگفتند انه سمی الوتد، امام ابو حنیفه را وتد نامگذاری کرده بودند، یعنی ستم یا میخی استوار. امام ابو حنیفه را ستم میگفتند، وتد یعنی که ستم یا میخی استوار میگفتند امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را. به خاطر چی؟ لکثرت صلاته و تهجده و طول قیامه، برای بسیار نماز خواندنش که امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی بسیار نماز میخواند، و تهجده، و همچنین امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی بسیار تهجد میخواند، نمازهای تهجد را پیوسته میخواند، و طول قیامه، و همچنین امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی قیامهایش در نماز نافله و در نمازهای تهجدش بسیار طولانی بود، یعنی که سوره های طولانی، سوره های دراز دراز را میخواند یا آیات های بسیار میخواند که چند مدتی طولانی قیام میستاد، راست میستاد و قرائت میکرد
امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی. از این حساب امام ابو حنیفه را ستوم استوار نام گذاشتند. و در ادامه باره عبدالرحمن خمس میگوید و کان کریما جوادا سخیا بماله. امام ابو حنیفه یک انسان کریم بود و انسان سخاوتمند بود. سخیا بماله، بسیار سخی بود با مالش، یعنی که در مالش بسیار سخاوتی دیده میشد که هر کمبغل و نادار را بسیار یاردم میکرد. ينفق على العلماء مثل ما كان ينفق على عياله. و امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی نفقه میداد برای عالم ها، یعنی که عالم ها را نفقه میداد و یاردم میکرد. مثل ما كان ينفق على عياله، چی طوری که بر خانواده خودش یاردم میکرد یا بر خانواده خودش نفقه پیشنهاد میکرد. یعنی هر چی که برای خانه خودش میخرید همچنین برای عالم ها هم میگوید امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی این طور چیزها را میخرید، یعنی که نفقه اونها را تأمین میکرد. و اذا اکتسى ثوبا فعل مثل ذلك. وقتی که امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی کدام لباس را میخرید یا کدام لباس را که برای خودش میپوشید، فعل مثل ذلك، و مثل همین برای اون عالم ها همین لباس را میخرید و میبرد تحفه میداد و هدیه میکرد برای اون عالم ها. و اذا جاءت الفاکهة و رطب، و وقتی که زمانی میوه و زمانی رطب میشد، یعنی که زمان تربوز و خربوز میوه‌جات ها که میشد، امام ابو حنیفه رحمه الله همچنین از اون میوه ها میخرید برای خانه عالم ها، برای اون عالم ها پیشنهاد میکرد. و کل شیء یرید ان یشتریه لنفسه و لعیاله، و هر چیزی را که میخواست امام ابو حنیفه برای خودش بخرد یا برای خانواده اش بخرد، لا یفعل ذلك حتی یشتری للعلماء مثله. این کار را نمیکرد، یعنی برای خودش و برای خانواده اش نمیخرید تا اینکه اول میرفت برای عالم ها میخرید به مثل خودش، پس برای خودش میخرید. یعنی هر چیزی خریدنی میشید برای خودش، اول برای عالم میخرید، ثم یشتری بعد ذلك لعیاله. بعد از اونه که برای اون عالم کی خرید، بعد برای خانواده اش میخرید. این از صفاتای این امام اهل سنت و الجماعت. و در ادامه بالا شیخ عبدالرحمن خمس میگوید و کان اذا اشترى لصدقه او لبر اخوانه شیئا اشترى ما یقدر علیه. و امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی هر وقتی که خریداری میکرد برای صدقه او لبر اخوانه شیئا، یا برای نیکویی کردن برای برادرانش چیزی میخرید، اشترى ما یقدر علیه، میخرید آن چیزی را که قدرت داشت بر آن، یعنی که چیزهای قیمت نمیخرید بلکه چیزی میخرید که توانایی آن را داشته باشد. و کان یتساهل فیما یشتریه لنفسه و لعیاله. و امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی بود آسانگیری میکرد در آن چیزی که برای نفس خودش یا برای خانواده اش میخرید. این هر چیزی که برای خودش میخرید یا هر آن چیزی که برای خانواده اش میخرید، امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی بسیار آسانگیری میکرد. این چیزهای قیمت نمیخرید بلکه چیزهای متوسط و میانه اش را برای خانواده اش یا برای عالما خریداری میکرد. هذا فعله مع العلماء. این عادتی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی بود همراه عالم ها. اما من یعلمه، اما کسانی که امام ابو حنیفه را تعلیم میدادند، یعنی که با استادهایش، عبدالرحمن خمس میگوید که فهو یبرهم و یواسی فقیرهم بماله. پس امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی نیکویی میکرد با اون عالم ها و یواسی فقیرهم و یاردم میکرد کمبغل هایشان را بماله، به مالش. یعنی که امام ابو حنیفه با مالش اون استادهایش که کمبغل و نادار بودن اونها را یاردم میکرد. و ینفق علیه و یزوج من احتاج الیه. و امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی نفقه میداد بر اون عالم هایی که استادهایش که کمبغل بودند، یعنی که اونها را یاردم میکرد. و یزوج من احتاج الیه، و ازدواج میکنانید هر آن کسانی که احتیاج داشت از اون عالم ها. هر استاد امام ابو حنیفه که احتیاجمند می بود برای ازدواج کردن، برای زن گرفتن، امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی مصرف این ازدواج را به عهده می گرفت. حتی انه کان یعول ابا یوسف و عیاله 10 سنین. به عهده گرفتگی بود زندگی ابو یوسف را و عیاله و خانواده ابو یوسف را، یعنی هر آن مصرفی که در خود ابو یوسف یا در خانواده ابو یوسف صرف میشد،
امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی اون رو به عهده گرفتگی بود 10 سنین، 10 سال. یعنی که 10 سال امام ابو حنیفه زندگی ابو یوسف را با خانوادهش به عهده گرفتگی بود. و در دام عبارت شیخ عبدالرحمن خمس میگوید قال شریک درباره امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی میگوید کان ابو حنیفه یصبر علی من یعلمه. امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی صبر میکرد هر آن کسی که تعلیمش میداد. یعنی که پیش کدام عالم در میرفت امام ابو حنیفه علم میگرفت، در پیش اون عالم میگوید امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی صبر میکرد. و ان کان فقیرا اغناه. شریک میگوید که امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را عادتش این بود که و ان کان فقیرا، اگر اون استادش فقیر می بود، نادار می بود، اغناه، اون استاد را بای میگردونید. یعنی که از یاردم بسیار اون استادش میگه بای میگردونید. و اجزل علیه و علی عیاله، و میداد یا میبخشید برای اون استادش و برای خانواده اون استادش امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی مالهاشه. یعنی که امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی تا همین اندازه سخی بود که برای استاداش چندی از مالش را میبخشید برای نفقه زندگیشان، حتی یتعلم، تا اینکه تعلیم بگیرد. یعنی که اونها را یاردم میکرد که استادش از دنبال نفقه نشود و اینها را تعلیم بدهد. برای تعلیم گرفتنش امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی تا همین اندازه استادش یاردم میکرد. فاذ تعلم قال له، پس هر وقتی که تعلیم میگرفت امام ابو حنیفه، برای امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی میگفتن که قد وصلت الى الغنى الاكبر بمعرفه الحلال والحرام. میگفتن در حقیقت رسیدی به بایی بزرگی یا بایی کلان با شناختن حلال و حرام. این هست سخنان شریک درباره امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی. و در دام عبارت شیخ عبدالرحمن خمس میگوید و قال فضیل بن عیاض، و گفت فضیل بن عیاض کان ابو حنیفه معروفا بکثرت الافعال. فضیل بن عیاض میگوید امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی معروف بود، یعنی که همه میشناختش، یک انسان مشهور بود، بکثرت الافعال، با بسیار عملهای خیری انجام دادش. یعنی کارهای خیر بسیار کردگی که بود، مردم میگوید امام ابو حنیفه را میشناختند، مشهور بود با کارهای خیر بسیار. و قلت الکلامی، و امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی میگه بسیار کم گپ زن بود، یعنی گپی بسیار گپ نمیزد. و اکرام العلم و اهله، و همچنین فضیل ابن عیاض میگوید امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی احترام میکرد علم را، یعنی که بسیار احترام قائل بود برای علم، قدر علم را میدانست. و اهله، و همچنین اهل علم را قدرش میدانست، عالم ها را قدرش میدانست. این است صفاتای امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی از زبان فضیل ابن عیاض. و همچنین عبدالرحمن خمس میگوید و جملة القول في هذا المقام ان الامام ابا حنیفه رحمه الله قد جمع كثيرا من الخصال. عبدالرحمن خمس میگوید خلاصه سخن در این جایگاه، هر آینه امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی در حقیقت جمع آوری کردگی بود بسیاری از خصلت ها را، یعنی که در خودش داشت امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی خصلت های بسیار را. و صفات الحمیدته، و همچنین امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی صفات های نیکو خیلی بسیار داشت. و الاخلاق و الشمائل الکریمتی، و همچنین امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی اخلاق نیک داشت و شمائل بسیار بزرگ داشت، یعنی که یک انسان بسیار با فضل بود، فضیلت های بسیار داشت. فقد الفت فی مناقبه مصنفات و اجزاء، در حقیقت تصنیف شدگی هست، یعنی نوشته شدگی هست در باره فضائل امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی مصنفات و اجزای خیلی زیاده، یعنی که چندین کتاب ها در باره فضائل امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی نوشته شدگی هست. این هست خلاصه فصل دوم، یعنی صفات های اخلاقی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی. و در اینجا درس امروزه را به آخر میرسانیم و درس پنجم ان شاء الله رب العالمین یک قصه دیگری را که امام ابو یوسف امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را صفت میکند اون را بیان میکنیم و پس از اون وفاتش را بیان میکنیم و به این مبحث یکم ما و شما به آخر میرسد
ان شاء الله رب العالمین. و یکایک شما برادران و دوستان را به الله تبارک و تعالی میسپاریم. هر جایی که باشید با قرآن و سنت باشید، هر جایی که باشید با عقیده اهل سنت و الجماعت باشید. و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.